خب سلام رفقای من، چه خبره؟ خوب، امیدوارم هر جا که هستید حال دلاتون عالی باشه. امروز میخوایم بریم سراغ فیلم رزمی، البته در دو سبک مختلف. یک، فیلمایی که قاتلان و رزمیکار اصلی فیلم زنها هستن و دوم، فیلمایی که موضوع اصلی فیلم انتقام و خشم خیلی زیاده و امیدوارم خوشتون بیاد. دیگه وقتتون رو نگیرم، برو بریم. اجازه بدید برای بچه کارو قوی شروع کنیم با فیلم بلوند اتمی، محصول مشترک کشورهای آلمان، امریکا، سوئد، مجارستان در سال 2017 که خدایی کم از جان ویک خودمون نداره. خلاصه از داستانش میخوام بگم اینطوری که داستان فیلم در مورد یک مأمور مخفی MI6 به نام لورینه که در طول جنگ سرد برای تحقیق بر مورد قتل یکی از همکاران خودش به برلین اعزام میشه. در طول مأموریت اون وظیفه داره تا لیست مأموران مفقود شده رو بررسی کنه و علت ناپدید شدن اونها رو هم پیدا کنه. اما در این راه اتفاقی میفته که هیچ وقت لورین حتی فکرش هم نمی‌کرد که اون اتفاق چیه. ما دیگه کاری باهاش نداریم. نسخه دوبله بله، فیلم نمره 6.7 از 10 و از اون طرف بیش از 80% رضایت مردمی خودش رو به همراه داره و در نهایت هم در ژانرهای اکشن هیجان انگیز جا میگیره. راستی برای بچه اگر علاقه به دنیای سینما دارید همین الان چرا ساب کنید و با لایک کردنتون از من حمایت کنید. ممنون. فیلم بعدی فیلم ارتقا، محصول امریکا و استرالیا در سال 2018. داستان فیلم اینطوری که در آینده نه چندان دور زمانی فرا میرسه که تمام جنبه‌های زندگی توسط فناوری مدیریت میشه که واقعا دور از ذهن نیست. در این بین فردی به نام گری که تمام زندگی خودش رو از دست رفته میبینه، تنها راه نجات خودش رو در تراشه کامپیوتری میبینه و به دنبال راهیه که بتونه هم زندگی خودش رو نجات بده و هم انتقام روزای از دست رفته خودش رو بگیره. نسخه دوبله بله، فیلم نمره 5.5 از 10 و از اون طرف 82% رضایت مردمی خودش رو به همراه داره و در نهایت هم در ژانرهای اکشن، علمی تخیلی، ترسناک جا میگیره. فیلم بعدی فیلم مندی، محصول مشترک امریکا، انگلیس و بلژیک در سال 2018. داستان فیلم کلا در امریکا روایت میشه، جایی که یک زوج خوشبخت به نام رد و مندی در اونجا زندگی میکنن. اما وقتی که یک فرقه مذهبی مرموز مندی رو قربانی میکنه، همسرش رد به قصد انتقام خون عشق زندگیش به پا میخیزه. ولی آیا ممکنه خودش رو هم به سرنوشت همسرش دوچار کنه یا نه؟ نسخه دوبله بله، فیلم نمره 6.5 از 10 و از اون طرف 80% رضایت مردمی خودش رو به همراه داره و در نهایت هم در ژانرهای اکشن، ترسناک، هیجان انگیز جا میگیره. فیلم بعدی فیلم سالت، محصول امریکا در سال 2015. داستانش اینطوریه که سالت یا همون آنجلینا جولی خودمون یک مأمور سیاهه تا که با اون اتهام جاسوسی برای روسیه رو میزنن. سالت مجبور میشه که از دست مافوقای خودش فرار کنه تا بیگناهی خودش رو ثابت کنه. سالت با به کار گرفتن تمامی تخصصها و تجاربی که در طی این سالا به عنوان مأمور مخفی کسب کرده، باید بتونه علاوه بر فرار از دست دولت بیگناهی خودش رو هم ثابت کنه. اما آیا موفق میشه یا نه؟ نسخه دوبلش ژاپن منتشر شده. فیلم نمره 6.4 از 10 و از اون طرف 85% رضایت مردمی خودش رو به همراه داره و در نهایت هم در ژانرهای اکشن هیجان انگیز جا میگیره. فیلم بعدی فیلم کلمبیانا، محصول مشترک کشورهای امریکا، انگلیس، فرانسه در سال 2011. داستانش اینطوریه که زنی جوان به نام کاتالیا که در کودکی شاهد قتل وحشیانه پدر و مادرشون در خونش در کلمبیا بوده، دقیقاً بتمن. حالا بگذریم از اینا. کاتالیا نزد عموش برای تبدیل شدن به یک آدمکش بیرحم تعلیم میبینه و امیدواره تا به هدف نهایی خودش، یعنی پیدا کردن قاتلین پدر و مادرش، دست پیدا کنه. اما کسی که دنبال انتقامه باید دو تا قلب بکنه، یکی برای دشمنش و یکی برای خودش. نسخه دوبله هم بله، فیلم نمره 6.4 از 10 و از اون طرف 84% رضایت مردمی خودش رو هم به همراه داره و در نهایت هم در ژانرهای اکشن هیجان انگیز جا میگیره. فیلم بعدی که عاشقشم، فیلم مرد حادثه آفرین، محصول انگلیس در سال 2018. برای بچه قسمت دومم داره ولی قسمت دوم زیاد ربطی به انتقام و این مسائل نداره. داستانش اینطوری که مایک فالون یا همون اسکات اتکینز معروف به بویکا یه قاتل سرسخته که روش‌های متفاوتی در مقابله با پلیس داره. به همین دلیل مشتریاشون رو شدید تحسین میکنن. اما زمانی که یکی از دوستانش به سالن زیرزمینی لندن کشیده میشه و توسط خدمه کشته میشه، اون مجبور میشه قید آسایش خودش رو بزنه تا انتقام بگیره. نسخه دوبله هم بله، فیلم نمره 6.5 از 10 و از اون طرف 86% رضایت مردمی خودش رو به همراه داره و در نهایت هم در ژانرهای اکشن هیجان انگیز جا میگیره. فیلم بعدی هم که با بازی همین اسکات اتکینز دوست داشتنی، فیلم انتقام، محصول بریتانیا در سال 2019. با فیلم اول بچه‌ها اشتباه نگیرید.
داستان درباره مردی به نام کینه که چندین سال از عمر خودش رو پشت میله‌های زندان سپری کرده. در فرصتی مناسب از زندان فرار میکنه تا از کسایی که زندگی اون رو به تباهی کشیدن انتقام بگیره. اما زمانی که میفهمه چه کسایی باعث تباهی زندگی شدن، خونش به جوش میاد. بچه‌ها یه ذره میزان خشونت این فیلم بالاه، پس از این مورد غافل نشید. نسخه دوبله هم بله، فیلم نمره 6.6 از 10 و از اون طرف 87% رضایت مردمی خودش رو به همراه داره و در نهایت هم در ژانرهای اکشن جنایی جا میگیره. و پیشنهاد میدم اگر علاقه به همین داش گلمون یعنی اسکات اتکینز دارید و همچنین از طرفی علاقه هم به جیسون استاتهام دارید، ویدیویی که قرار نمایشی از رقابت این دو نفر رو بهتون به نمایش بذاره رو اصلا از دست ندید. و تا نمایش های دیگه فعلا تا بعد.